سلام، خوش اومدید به کانال من. امروز قرار فیلم اسکیپ روم یا همون اتاق فرار رو با هم ببینیم. فیلم از شهر نیویورک شروع میشه، جایی که بن و زویی دارن آماده میشن سوار هواپیما بشن، ولی یهو نظر زویی عوض میشه و به جای اون تصمیم میگیرن زمینی برن سفر. بعد چندین ساعت رانندگی بالاخره اونا به هتلشون میرسن. دقیقا وقتی که بن میخواد بره توی تختش و بخوابه زلزله میشه و سقف فرو میریزه. توی این لحظه سکانس عوض میشه و میفهمیم که بن داشته خواب میدیده. روز بعد زویی و بن به مکان قدیمی که قبلا اونجا با هم توی چالش اتاق فرار شرکت کرده بودن میرن. همین که اونا وارد میشن یه بیخانمان گردنبند زویی رو میدزده و نه هم میافتن دنبالش تا اینکه به یه ایستگاه مترو میرسن. مرده اونا رو فریب میده و باعث میشه سوار مترو بشن. چند لحظه بعد زویی یه چیز عجیب را حس میکنه که ناگهان واگن قطار از قطار جدا میشه و با سرعت زیاد میپیچه به چپ و وارد یه خط متروکه میشه. قطار به پایان خط میرسه و با انتهای خط برخورد میکنه. ناگهان سیستم بلندگوی داخل کابین شروع به پخش قوانین بازی میکنه و زویی متوجه میشه که مسافرهای داخل کابین قبلا توی اتاق فرار شرکت کرده بودن و الان هم داخل یه مرحله از بازی هستن. اینجاست که جریان برق کابین وصل میشه و شروع به جرقه زدن میکنه. اونا متوجه یک کیف زیر صندلیا میشن و داخلش یه دستگیره در پیدا میکنن و با کمربند اونو عایق میکنن. یکی دیگه از مسافرها آستر پلاستیکی داخل کیف رو میکنه تا بتونن باهاش دستگیره های بالای سرشون رو بکشن. زویی شانسی یکی از دستگیره ها رو میکشه و یه سکه بیرون میفته و اونو داخل دستگاه سکه میندازن. اونا متوجه میشن که باید سکه جمع کنن و متوجه میشن که سکه ها داخل دستگیرهایی هستن که حروفشون داخل بیلبوردهای داخل کابین حذف شدن. با تمام شدن زمانشون شدت جرقه زدن زیاد میشه. در نهایت موفق میشن همه سکه ها رو جمع کنن و کف قطار یه دریچه باز میشه و اونو با استفاده از اون فرار میکنن. صحنه عوض میشه و سونیا رو میبینیم در حالی که تصمیم گرفته به خاطر شغل کاری هنری ازش طلاق بگیره، ولی هنری ازش عصبانی میشه ولی در نهایت موفقیت میکنه. بعدش سونیا میره شنا کنه و در مورد طلاق آیندهشون فکر کنه. سونیا میره به سونای خشک ولی بعدش متوجه میشه که داخل سونا گیر کرده و برای اینکه فرار کنه باید معما رو حل کنه، اما متاسفانه موفق نمیشه و ریاش بعد مدت کمی به خاطر افزایش گرما از کار میفته. کمی بعد زویی و بن خودشون رو داخل یک قفس میبینن و شروع به سوال کردن از سایر مسافران میکنن تا یه ارتباط یا سرنخی بینشون پیدا کنن. در حین اینکه اونا سعی میکنن یه ارتباطی پیدا کنن، ریچل به طور اتفاقی یه در رو باز میکنه و وارد یه بانک میشن. همونطور که اونا داشتن بانک رو بررسی میکردن، یکی از اونا پاش رو روی یه کاشی میذاره و باعث ایجاد یه پرتو لیزر مرگبار میشه. نیتان متوجه کلیدهای داخل آب نبات‌ها میشه. اونا تصمیم میگیرن از کلیدها برای باز کردن صندوق‌ها استفاده کنن. داخل یکی از صندوق‌ها الماس‌های تیزی پیدا میکنن، در حالی که یه نفر دیگه اسکناس‌های سفیدی پیدا میکنه. اونا متوجه میشن که باید یک کد 4 رقمی رو پیدا کنن و همچنین متوجه میشن که مالیدن خون روی اسکناس‌ها باعث پدیدار شدن کد میشه. نیتان از ATM یک کاغذ دریافت میکنه که روش دستور عمل پا گذاشتن روی کاشی‌ها رو نشون میده. آنها رو برای فرار از اونجا راهنمایی میکنه. نیتان روی کاشی قدم میذاره و باعث میشه یه در بالای پیشخوان باز بشه، اما بعدش متوجه میشن در قاف صندوق داره کم کم بسته میشه. آنها زمان محدودی دارن. نیتان تصمیم میگیره شانسی مسیر رو ادامه بده ولی موفق نمیشه و باعث میشه از میدون به در بشه. خوشبختانه برایان سرنخ دیگه پیدا میکنه و چند ثانیه قبل اینکه در بسته بشه همشون موفق میشن از اتاق فرار کنن. اونا مجبور میشن وارد اتاق دیگه ای بشن و این بار میبینن داخل یه ساحل هستن که به نظر میرسه شبیه یه عکس باشه. بن متوجه یک قایق داخل عکس میشه که اونجا نیست. اونا یه فلزیاب پیدا میکنن، کف ساحل رو بررسی میکنن و یه لنگر پیدا میکنن و همین که لنگر رو میکشن شن زیر پاشون شروع به پایین رفتن میکنه. راشل داخل شنها گیر میکنه و همشون تلاش میکنن که اونو نجات بدن. در نهایت راشل رو نجات میدن ولی
در ابد یکی دیگه خودشو فدا میکنه. برایانا با موفقیت قفل در رو با لنگر باز میکنن. اونا یه سویچ مخفی روی دیوار پیدا میکنن که باعث فروپاشی کل اتاق میشه. زویی پیشنهاد میکنه فانوس دریایی رو بررسی کنن و همینطور که بالا میره دریچه‌ای رو پیدا میکنه که به خروجی منتهی میشه. در همین حین بقیه برای یخچال قفل شده رو باز میکنن و یه خروجی پیدا میکنن. برایانا تصمیم میگیره از در داخل یخچال استفاده کنه، در حالی که بقیه تصمیم میگیرن از فانوس دریایی بالا برن. اما درست وقتی بن به بالا میرسه نردبون جمع میشه و باعث میشه بیفته داخل گودال شیرین. زویی و ریچل خودشون رو داخل مترو میبینن و در مورد مرگ بن احساس گناه میکنن و مصمم میشن که یه راهی پیدا کنن، ولی متوجه میشن که داخل یه اتاق فراری دیگه هستن. برایانا متوجه نردبان میشه که ممکنه توش سرنخی باشه و تنها 10 ثانیه وقت دارن تا باران اسیدی روی اونا بباره. اونا به طور معجزه‌آسایی کلید رو پیدا میکنن و پناه میگیرن. زویی علایمی رو پیدا میکنه که اونا رو به سمت اجسام مقاوم در برابر اسید هدایت میکنن. اونا یه بطری سس کچاپ رو پیدا میکنن و اونو پر اسید میکنن. زویی با موفقیت قفل یک باجه تلفن رو باز میکنه، اما فضای کافی برای همه وجود ندارن. پس زویی هوشمندانه از چتر برای محافظت از خودش استفاده میکنه و درست قبل اینکه اسید چتر رو پاره کنه راشل راهی برای باز کردن قفل در تاکسی پیدا میکنه تا زویی بتونه داخلش پناه بگیره. وقتی بارون اسیدی بند میاد در تاکسی قفل میشه و باعث میشه راشل و برایانا بیرون گیر کنن و چند ثانیه بعد بارون دوباره شروع میشه و باعث میشه هر دوی اونا بمیرن. سکانس عوض میشه و زویی داخل دفتر هنری بیدار میشه. متوجه دختر هنری کلر میشه. کلر بهش میگه که پدرش اونو مجبور کرده تا اتاق فرار رو طراحی کنه و میگه که بن هنوز زنده است. کلر به زویی میگه که به کمکش نیاز داره تا بتونه معمای اتاقش رو حل کنه. اونم در عوض بهش اجازه میده که بن فرار کنه. زویی با عزم راسخ معما رو حل میکنه و کلر رو از اونجا در میاره. ولی هنری سر میرسه و سریع از در رو به سمت کلر نشونه میده. زویی موفق میشه هنری رو به اتاق فرار قدیمی کلر هول بده و اونو داخل اتاق گیر بندازه و کلر به سمت کامپیوتر هنری میره و قفل درهای اتاق بن رو باز میکنه. کلر برای کمک به زویی کلید ماشین رو بهش میده و میگه که از اونجا بره. اینجا فیلم تموم میشه. امیدوارم که از این فیلم خوشتون اومده باشه. برای دیدن فیلم های بیشتر یه سر به داخل کانال ما بزنید.